اگه بهت بگم یه گوشه این شهر هست که وقتی پاتو بذاری اونجا نفسات عوض میشن، یه حسی میپیچه زیر پوستت، نرم، کشدار، مثل یه لمس یواشکی، باورت میشه؟ نه، هنوز نه، چون باید ببینی. اینجا همه چی عادی به نظر میرسه. خنده ها، صدای کفش ها روی سنگ فرش، رنگ لباس هایی که توی نور میدرخشن. ولی پشت همین تصویرهای ساده یه راز خوابیده، رازی که وقتی بفهمیش تا آخرش میمونی. میخوای بدونی کجاست؟ بیا با من. اما حواست باشه هر قدمی که با من برمیداری تو رو یکم بیشتر میبره توی اون حس، اون لرز کوتاه که از نگاه شروع میشه، از صدای پرنده ها، از بوی قهوه کافه ها، از گرمای آفتاب روی پوست شهر. میفهمی چی میگم وقتی وسطش باشی، وقتی دور و برت پر از نگاه هایی باشه که هیچ وقت یادت نمیره. تا آخرش بمون، چون اون جایی که آخر ویدئو میبینی جاییه که همه چیز واقعی میشه و اون موقع دیگه هیچی مثل قبل نیست. آفتاب مثل انگشت‌های داغش روی پوست شهر می‌لغزه. قدم گذاشتم جایی که نفس‌هات کند میشن. میدون شهرداری، شهری که با هر نگاهش تو رو تا مرز وسوسه میبره. آماده ای؟ با من بیا. وسط ظهره، نور مثل یه پارچه نازک طلایی تن شهر رو پوشونده. اینجا همه چی زنده است. خانوما با لباسهای خنک، رنگ‌هایی که چشم رو می‌دزدن، پارچه هایی که روی پوستشون میلغزن مثل نسیم. صدای خنده‌شون اونقدر نزدیکه که انگار روی گردنت میلغزه. موهایی که با باد بازی میکنن و تو فقط نگاه میکنی، نمیتونی چشم برداری. فواره، اون قطره‌های شفاف که از بالا میلغزن و میریزن، میدرخشن زیر نور، مثل عرقی که روی شقیقه ها برق میزنه. زوجها دست تو دست، یکی دوربین رو میگیره، یکی با یه لبخند نرم موهاشو عقب میزنه. یه قاب میسازن، قاب عاشقانه‌ای که تو رو توی خودش میکشه.
دست فروش ها بساطشون پر از رنگه. پارچه هایی که انگار با یه لمس نرمیش رو حس میکنی. بوی میوه، بوی شمال، بوی زندگی. هر قدم که برمی‌دارم صدای کفشام روی سنگ فرش با نفس‌های شهر قاطی میشه. اینجا هر صدا یه آه کشدار داره. هر نگاه یه قصه طولانی. Yok yeğen yok. Aksam adam. حسش کردی؟ اون چیزی که من دیدم. اگه تو هم لمسش کردی لایکش کن. بذار بدونم این لرزش فقط برای من نبود. آقا من بودم bu hizmet. Welcome to Tesco. حالا بیا جلوتر به ابتدای پیاده راه.
جایی که همه چی نرم‌تر میشه. اگه الان اینجا بودی وسط این همه کبوتر و آفتاب دست کی رو میگرفتی؟ اسمشو توی کامنت برام بنویس. شاید جرأت کردی صداش کنی. پرای سفید و خاکستری کبوترها مثل پوست لطیف روی هوا میرقصه. بعد آروم میشینن روی سنگ فرش. یه مشت دونه و همه چی زنده میشه. صدای پر زدنشون مثل یه موسیقی خفیف روی گوشهاته. خانوما میان وسط این همه بال سفید و خاکستری با لباس هایی که روی تنشون میرقصه. انگار شهر برای همین ساخته شده که این لحظه ها رو به تصویر بکشه. پاهاشون روی سنگ فرش، کفش های ظریف، موها که با یه نسیم کوتاه روی شونه ها میلغزه. و عکاس‌های خیابونی نگاهشون دنبال جزئیاته. انگار میخوان زیباترین لحظه رو از تن شهر جدا کنن. تو فقط نفس میکشی، کندتر، عمیق‌تر، چون اینجا همه چی لمس شدنیه. اینجا رشته، شهری که حتی توی ساده ترین روزهاش با یه نگاه کاری میکنه که ضربان قلبت عوض بشه. میدون شهرداری، پیاده راه،
کبوترهایی که پر میزنن و آدمهایی که هر کدوم یه وسوسن. اگه این لحظه ها رو با من زندگی کردی بمون، چون این فقط شروعشه.